محیط تاجیکستان برای پرورش هر گونه محصولات وابسته به فصل سال امکانات و فضای مناسب دارد. بهترین مهلت کشت برای محصولات و به همین وسیله فراوان نمودن استحصال محصولات کشاورزی همین شب و روز یعنی دوره تیر ماه دانسته می شود. در ولایت ختلون نقشه کشتی تیر ماهی و بروقتی زراعت بیش از 118,000 گکتار پیش بینی گردیده است. تا امروز کشاورزان ولایت ختلون در میدان قریب 20,000 گکتار کشتی صفتناک تیر ماهی انجام دادند که زراعت کشت شده الکی در سبزیش و نشو و نما قرار دارد. از جمله در بیشتر از 8,000 گکتار غله‌دانه، 8,928 گکتار سبزیجات و 401 گکتار دیگر نمود زراعت کشت کرده شده است. ما در میدان زیاده از 400 گکتار کشتی غله‌دانگی کوریدیم. با درخواست دهقانان ناحیه ما برای کشتی تیرماهی آب دادیم توسط پایگاه‌های آبکش. در برابر غله باز کرم، سبزی، شلغم کوریده ایستادند. فرصت کشت تیرماهی و بروقتی زراعت طبق نظر متخصصان تا آخر ماه دکبر مقرر کرده شده است. از این رو کشاورزان ولایت ختلون هر روز آفتابی را مقصدناک استفاده برده نیت دارند که در مهلت مفید برای حاصلناکی این موسم را به انجام رسانند. عین زمان ناحیه‌های شهر توس، جیهون، قبادیان، ناصر خسرو، بخش و کوشانیان نقشه کشت تیرماهی را از 73 تا 48% به اجرا رسانیدند. متاسفانه در ناحیه‌های پنج، خراسان، یاوان، واسه و فرخار روند کشت تیرماهی سست جریان داشته از 5 تا 16% را در بر میگیرد. در ناحیه دوستی نمونه خوبی وسعت دادن کشت تیرماهی به مشاهده رسید. در کوپراتیو تجارتی به نام اشبیک ستارف الکی جو گندم، کرم تیرماهی، سبزی و دیگر نوع سبزیجات را کشت نمودند که نشونمای دلپذیر دارند. در حل و فصل مشکلات دهقانان راجع به دسترسی مقصدناک با آب پالزی، اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری در ناحیه دوستی به کشاورزان کمک رسانیده است. متخصصان ساحه نقشه چاره‌بینی‌های تیرماهی و زمستانه را وسعت داده نیت دارند که کشاورزان را در همه مهلت ضروری با آب تامین کرده وضع ملیاراتیوی میدان‌ها را نیز بهتر نمایند. چرابینی تیرماه زمستانه سال 2021 از ماه اکتبر آغاز شده تا این جانب زیاده از 1.5 کیلومتر زهبر و زهکش‌ها تازه کرده شده. کارها در این سمت ادامه دارند. این زمان ما در جماعت شهرک 20 سالگی استقلالیت دهه کدامن قرار داریم. در اینجا چطور که شما میبینید همین قبوری بالای سیل پرتوکاتی میگذشت از حسابی تلفات آب نهایت زیاد شد. بنابراین در دوره چرابینی تیرماه زمستانه ما این را تعمیر کرده استادیم. در ولایت ختلون کشت تیرماهی و بروقتی زراعت در دو مرحله به انجام رسانیده می شود. فرصت در ناحیه‌های خاولین، مومن آباد، شمس‌الدین شاهین و تیمور ملک کمی فراختر است. گروه شهر و ناحیه‌های بختر باشد. این موسم را باید هرچی بیشتر وسعت بخشند، زیرا در مهلت معین شده یعنی تا انتهای ماه دکبر کشت کردن هر گونه محصولات گروی افزایش حاصلناکی آن ارزیابی می شود. عبدالرزاق عزیز، عبیدالله قادر، ولایت ختلون، اخبار.